سلام، خوش اومدین به یه ویلاگ دیگه با من. امروز با هم دیگه اومدیم به یکی از مال‌های بزرگ تورنتو، یورکدال مال. امروز می‌خوایم با هم دیگه بریم خرید، ببینیم که چه استورهایی توی حراج هستن و چه خریدای خوبی میتونیم اینجا داشته باشیم. علاوه بر اون بریم یه سر بزنیم به درخت کریسمس، سانتا و ببینیم چه خبر هست. لطفاً با من توی این ویلاگ همراه باشین. بچه‌ها امروز اومدیم توی این مغازه کریت اند برل. این مغازه جزو مغازه های خیلی تاپ لوازم خونه هستش. الان این یه دونه مبل رو اینجا گذاشته، قیمتش رو گذاشته 3500 تا، در حالی که من همین مبل رو توی فروشگاه لئون دیدم با قیمت 1200 دیشب و توی کاسکو 1300. جنسش هم همین بود، ولی خب میبینیم قیمت بالاست، ولی جز مغازه های بسیار لوکس هستش. بچه این کتری های آب جوش جدید هستش که اومده. قیمتش الان این هستش 230 دلار، این هست 180 دلار. چیز خوشگلیه. اینجا که خیلی گرون بود. بریم با هم دیگه دنبال لباس خریدن، ببینیم وضعیت لباس تو چه قیمتی هستش. اگه بخواید لباس مهمونی بگیرید، لباسی بگیرین که قشنگ باشه. معمولا من خودم به شخصه توی کانادا خیلی سخت پیدا میکنم. همش دنبال مزونایی هستم که ایرانی باشن که بتونم لباسی که مدل لباس ایران باشه رو پیدا بکنم. شاید کسایی که تو ایران هستن فکر بکنن که خب شما تو کانادا هستین خیلی لباسا بهتر هستش، ولی من بهتون بگم من به شخصه اگر کسی لطفاً از جای خاصی لباس میخره که لباسای خوب پیدا میکنه برای منم کامنت بذاره، ولی من به شخصه به سختی میتونم پیدا کنم. بیشتر دنبال مزونای ایرانی هستم که بتونم لباس با پسندم پیدا کنم. ولی این هانی رو بهتون توصیه میکنم. هانی تنها جایی هستش به علاوه ملانی، تنها جایی هستن که میتونین اگر توش بگردین لباسای خوب پیدا بکنین. به خصوص اگر که دختر جوون دارین توی خونه و میخواین براش لباس بگیرین، هانی رو 100% بهتون توصیه میکنم. لباساش یه مقداری گرون هستش ولی شیک هستش، پس بهش سر بزنید. این یکی از اونایی که بهتون توصیه میکنم بگیرینش، خیلی خوشگله. این الان 145 دلار، خوشگله. 118 دلار، خیلی خوشگله. یکی از مغازه هایی که میشه گفت به نسبت لباس های خوبی میتونین توش پیدا بکنین برای خانم ها، برای دخترای جوان، داینامیت هستش. قیمتش مقداری بالا هستش ولی نسبت به مغازه های دیگه لباس های بهتری میتونید توش پیدا بکنین. توی داینامیت هم میتونید لباس های خوبی پیدا بکنین. الان این قیمتش هست 190. خوشگله. اگه از آلدو بخواین خرید بکنین حتما به قسمت سلش سر بزنین. توی آلدو همیشه ته مغازه یه قسمتی وجود داره که آیتم‌هاش توی سل هستن. الان امروز علاوه بر سلی که اینها دارن 25% هم آفروش اومده. مثلا اگر الان یکیشو بخوام چک بکنیم با هم دیگه، مثلا این کفش قیمتش بوده 85 تا و الان شده 69 و 98 و دوباره 25% روی این آف میخوره. خوشگلم هست، خداییش خوشگله. میتونین به عنوان یک کیف در نظر بگیریم بچه‌ها. این دوتا کیفه، خیلی بامزه است و قیمتش هست 70 دلار، 25% هم آف. با شکلات های لینت بریم داخلش ببینیم شکلات های کریسمسش حراج خورده یا نه و چه چیز خوشمزه‌ای پیدا میکنیم برای خوردن. بیایم با من.
14.99 بوده، 24.99 الان شده 14.99. یا این خرسیا بوده 42 دلار و الان شده 33 دلار. البته این جعبه خالی هستش ها، ولی داخلش شکلات براتون پر میکنن و بهتون میدن که فوق العاده برای گیفت خوبه. اینا هم همینطور جعبه‌های خالی هست، توپای خالی هستش که داخلش براتون شکلات پر میکنن، هر نوع شکلاتی که دوست داشته باشید. یه دونه دیگه از مدل‌های ادونت کالندر میگیرین، هر روز خاص داره، بچه‌ها یکیشو باز میکنن، شکلات اون روزشونو برمیدارن به صورت سورپرایزی. امروز اینجا 40% آف خورده، آپ تو 40%. یکی دیگه از استورهای لوازم خونگی که خیلی خوب ببینید فاکس هوم هستش. الان استور بین 50 تا 60% آف خورده، ولی چیزای لوکس با مزه، دکوری با مزه حتما اینجا میتونید پیدا بکنیم. بریم ببینیم چه خبر هستش. $50 آف، چقدر خوشگله. 32 دلاره، میشه تقریبا 16-17 دلار. بچه اگه کانادا هستین بهتون توصیه میکنم از این پیاز خردکن‌ها بگیرید. حالا چه پیاز، چه کلم، چه هویج، بریزین داخل، خرد کنین بریزین داخلش، بعد اینطوری بکشین، بعد 2 دقیقه بعد له بهتون تحویل میده. عالیه. الان این قیمتش از 24.95، ولی یه جایی برین بهتون میگم با 4 دلار هم پیداش میکنین. دلار ماه. بعد با مزه است برای کشیدن لازانیا، برداشتن نون یا مثلا ناگت. قیمتش بوده 17 دلار، الان شده نصف، در واقع شده 8.5 دلار. من دارم برمیدارم. اگر اومدین یورکدل حتما به موجی یه سری بزنین. یه فروشگاه چاینیز هستش که جنسای خیلی خوشگل کیوت میتونین پیدا بکنین با قیمتای خوب. اگه دنبال وسایل چوبی باشین اینجا به راحتی میتونین پیدا بکنین و قیمتاش هم بسیار خوب هستش. الان این 13.90، این هم 13.90. بخور باشین اینجا پیداش میکنیم با قیمت‌های خوب. الان 30 دلار هم آف خورده روشون. چرا در کل چیزهای کیوت و بامزه رو توی این استور به راحتی میتونین پیداش بکنین. اگه دنبال یقه اسکی میگردید اینجا میتونین به راحتی یقه اسکی رو پیدا بکنین توی این استور. یه استور دیگه که بهتون پیشنهاد میکنم اگر اومدین یورکدل یا حتی تو مالهای دیگه اگر دیدین حتما داخلش برید، لالین هستش. توی این استور شما میتونین بادی اسپری، سوپ های مختلف میتونین پیدا بکنین. قیمتهاش خیلی بالا نیست، خیلی هم پایین نیستش، قسمت های متعادلی داره، ولی بسیار کیفیت خوبی داره و بسیار بوی خوبی داره، اسپشیالی برای بادی لوشن. بنابراین این استور رو حتما بهش سر بزنید. فروشگاه گس یکی از برندهای معروفی که توش چیزای خوبی پیدا میشه. من بهتون توصیه میکنم توی گس اگه رفتین قسمت کیف و کفشش رو فراموش نکنید. کیف‌های خوشگل، کفش‌های خوشگل میتونید توش پیدا کنیم. بریم داخلش ببینیم آیا امروز حراج داره یا نه و چه چیز خوبی میتونید توش پیدا بکنیم.
این کت مردونه خیلی خوشگله، $218 و 25% هم آف خورده. جنس حالت چرم مانند داره، چرم نیست ولی حالت چرم مانند داره. $138 25% آف، خیلی خوشگله. بچه این چقدر شبیه کار دستی ایرانی، هندی، این مدلیه، ولی به هر حال بامزه است. بچه‌ها یه استور دیگه ای که همه چیز داخلش میتونین پیدا بکنین، استور یونیکلو هستش. توی این استور انواع و اقسام لباس‌های بچگونه و یا بزرگسال، چه خانم‌ها چه آقایون رو میتونین داخلش پیدا بکنین. قیمت‌ها واقعا بد نیستش، کیفیت لباس‌هاش خوب هستش. نمیدونم دقیقاً مال چین هستش یا مال ژاپن هستش، ولی به هر حال کیفیت لباس مهم هستش که کیفیت خوبی داره. علاوه بر اون چیزی که من تازه متوجه شدم این هستش که وقتی که توی زمانهای به خصوص مثلا الان در حال حاضر توی هر تاریخی که نزدیک کلوز به نیویر هستیم، توی تاریخ‌های مختلف مثلا توی یه 15 روز یه پروموشن دارن، تو 15 روز بعدی یه پروموشن دیگه دارن، ولی در حال حاضر میدونم که هر کسی که به صورت آنلاین یا از خود استور از این استور خرید بکنه یه دیسکانت کد بهش داده میشه که اون دیسکانت کد رو مثلا برای فروشگاه شیسیدو میتونه استفاده بکنه و یه دیسکانت 20% داشته باشه. برای فروشگاه‌های دیگه هم بنا به خریدی که شما انجام میدید دیسکانت‌های متفاوت رو به شما ارائه میده. بنابراین حتما ازشون بپرسین که دیسکانت کد یا تخفیفی وجود داره که لینکش رو به من بدین برای خرید از استورهای دیگه یا از برندهای دیگه، چون حتما آفری وجود داره. من در حال حاضر آفر شیسیدوشو خودم میدونم که مربوط به میکاپ و لوازم آرایش هستش. بابت استورهای دیگه ازشون باید سوال بکنین. از مغازه‌های بزرگی که توی کانادا وجود داره، تو هر مالی، تو اکثر مال‌ها میتونیم ببینیم هاتسون بی هستش. توی هاتسون بی همه چیز پیدا می‌کنید، لوازم خونه، لباس مردونه، لباس زنونه، لباس بچگونه، ولی خب قیمت‌ها بالا هستش. لوازم آرایشی برندهای خوب رو توش میتونیم پیدا بکنیم، لوازم لوکس رو میتونیم توش پیدا بکنیم، ولی قیمت بالا هستش. یه فروشگاه فوق‌العاده خوب برای آقایون این کانال، فروشگاه هری روزن، ولی فوق‌العاده گرون. خانمای محترم اینو در نظر داشته باشید. بریم داخلش ببینیم که چه چیزایی پیدا می‌کنیم، ولی با قیمت‌های فوق‌العاده بالا. حواستون باشه وقتی می‌خواین از هری روزن خرید بکنین حتما توی آف بیاین سراغ هری روزن، وگرنه باید این مبلغ بسیار بالا برای لباس مردونه بدین، ولی در ازاش یک لباس مردونه با کیفیت بسیار عالی و بسیار زیبا نصیبتون خواهد شد. دوستان میگم گرون نفکر کنین، گرون الکیا $300. این قیمتش $300 فقط پیراهن تک. اصلا بهتره که خانوما سمت هری روزن نیاین. دنبال کاپشن های زمستونی خوب توی کانادا میگردین، بهترین برند هایی که میتونین استفاده بکنین کانادا گوس، ماکاژ و موسناکل هستش که توی یورکتن مال هر سه تا این برند ها وجود داره و میتونین الان که نزدیک نیویر هستش با قیمت های مناسب بخرین. دوستایی که توی ایران هستین قیمت های بسیار بالایی داره، شاید شما مجبور شین که تا $1,500 $2,000 $2,500 هم پرداخت کنیم، ولی اینقدر سرمایه زمستون اینجا سخت هستش که میارزه به این که یه مبلغ بالا بدین، یه کاپشن خوب و سبک داشته باشین که بتونین کل زمستون رو بگذرونین باهاش. خیلی از این کاپشن ها خیلی سنگین هستن، خیلی از اینها برند های
معروفشون حتی خیلی سنگین هستن. باید ترای بکنید ببینید که کدومش برای شما مناسبتر هستش، با بدن شما راحتتر هستش و احساس سنگینی باهاش نمیکنه. ولی به هر حال اینجا میتونین ببینید. بچه‌ها یورکدال مال انقدر بزرگ هستش که وقتی که شما از ساعت فرض کنید 12 ظهر که میایین توی یورکدال مال، به ساعتتون وقتی نگاه میکنید میبینید ساعت 6 هستش، هنوز یک دوره کامل شما نتونستین این مال رو تموم بکنید و همش رو ببینید. یکی از مال‌های بسیار بزرگ هستش. الان این صف کانادا گوس هستش که احتمالاً یک حراج بسیار خوب داره که همه توی صف وایسادن که برن داخل. در واقع توی یورکدال مال از هر قشری میتونن خرید بکنن. اگر کسی دنبال برند خاصی باشه با قیمت بالا میتونه خرید بکنه. اگر کسی دنبال برند نباشه و دنبال جنسی باشه با قیمت پایین‌تر، باز هم این امکان براش وجود داره که بتونه خرید بکنه. بنابراین شما توی مال یورکدال مال انواع و اقسام قشرها رو میتونین ببینید. توی یورکدال مال وقتی که شما میایین یکی از راهروهای اونجا شما میتونین تمام استورهای برندهای مختلف رو با هم دیگه یکجا داشته باشید. برندهایی مثل گوچی، فندی، والنتینو، لوی ویتان و باربری، شما برندهای مختلف رو میتونید اینجا داشته باشید. انواع و اقسام برندها رو، قیمتها فوق‌العاده بالا، ولی این آپشن رو دارید که حداقل نگاه بکنید. شاید یه چیز خیلی خوب پیدا کردین، حداقل یه ایده‌ای بگیرید. بریم با هم دیگه ببینیم چه خبری هستش. بچه‌ها یه برند دیگه‌ای که میتونین اینجا پیدا بکنیم مارک جیکاب هستش. توی این برند میتونین قیمت‌های مناسب هم برای کیف پیدا بکنین. ولی الان چیز جالبی که دیدم درست بیا اینجا دیدم این خانمه همون لحظه داره روی کیف نقاشی میکشه و این واقعا بی‌نظیر هستش. دوستان یکی از جاهای دیگه‌ای که الان در حال حاضر توی این مدت توی حراج بسیار خوبی هستش سفورا هستش. سفورا کلی لوازم آرایش خوب میتونید توش پیدا بکنیم با قیمت‌های بسیار مناسب. توی سفورا کلی شما میتونید پروداکت‌های لوازم آرایشی، میکاپ، هرکر، اسکینکر و حتی عطرهای خوب پیدا بکنید و با قیمت‌های مناسب در حال حاضر به خاطری که توی حراج هستند. فروشگاه تسلا یکی از شعبه‌هاش داخل یورکدال مال هستش. اگر که تصمیم به خرید ماشینی مثلا برای تسلا داشته باشین میتونین بیاین اینجا حتی به صورت واکین بهشون بگین که ما می‌خوایم تست درایو انجام بدیم. بهتون اپایمنت میدن، گواهینامه‌تون رو از شما میگیرن و به شما ماشین رو به اندازه مثلا حالا زمان مشخصی 1 رو یا 20 دقیقه بهتون میدن، میگن برید خودتون و با ماشین رانندگی کنین، ببینین دوست دارین یا دوست ندارین و برگردین و فقط از شما گواهینامه‌تون رو میگیرن، اینفورمیشن گواهینامه‌تون رو میگیرن و بعد میتونین برگردین بگین که دوست دارم ماشین رو بخرم یا ماشینی مثلا اون مدلی بخرم یا اینکه دوست ندارم. به هر حال یکی از فروشگاه‌هاش داخل یورکدال مال هستش. مرسی که امروز هم توی این ولاگ همراه ما بودین. امیدوارم که تونسته باشم تا جایی که از دستم برمی اومده به شما مغازه‌های مختلف، آپشن‌های مختلف برای خرید و قیمت‌ها رو نشونتون بدم. امیدوارم که امروز از این ولاگ ما خوشتون اومده باشه. لطفاً اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنین. اگر دوست داشتین لایک بکنین و به دوستاتون معرفی بکنید.
امیدوارم همگی خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشین تا یه ولاگ دیگه. خدا نگهدار.